خیلی خیلی خوش اومدید به مسابقه آشپزی بین مبینا و نیلوفر که قراره جفتشون یه غذا درست کنم و با داوری بنده و یه سری سوالات داریم اینجا که من از اینا میپرسم. اگه جواب ندن یا جوابشون مورد پسند من نباشه یه سری جریمه ها داره چون منظورم زیاده و جفتشون باید یه غذا رو درست کنن که هر کدوم بعد مزه تر باشه اون باید ما رو ببره به یه رستوران و به ما چی بده؟ سوشی. بازنده رو حالا من باید انتخاب کنم. حالا شروع میکنیم اول با یه سنگ کاغذ قیچی که حین آشپزی من اول سوال از کی بپرسم و حالا یه دونه همون یه دونه سنگ کاغذ قیچی نریف محمدی رو محمد شاه. 1 2 3 خب 1 2 3 دیگه خودتون باید بگی سنگ کاغذ قیچی نکن من باید بگم. خب بیا سنگ کاغذ قیچی مبینا. خب اول سوالا از نیلوفر شروع میشه. خب ببینیم چی کار میکنن. سلام قشنگا ببینیم سرعت عمل رو ببینیم. خب نیلو اگه عصبی بشی چه عکس العملی داری؟ داد میزنم. داد میزنی فقط؟ عصبانی میشن ترک میکنم. اوه مکانو ترک میکنه ولی فکر نمیکنم تو این کارو بکنی. خیلی کم ببینن داشت. آره خب ببین خانم جعبه سیاه ما چه رنگیه؟ میگه جعبه سیاه بهش مگه جعبه سیاه نیست؟ جعبه سیاه بهش میگم ولی رنگش فرق میکنه. خب یه دونه جریمه به دوست عزیز. آقا وایسا جعبه خود رنگشو بگو. نارنجیه دیگه بیا نارنجی. ببینیم چی در میاد. دیدی یه دقیقه با چشم بسته آشپزی کن. این عقب سیم گذاشته بودی نه جانه تو همینجوری من چجوری با چشم بسته آشپزی کنم؟ چشاتو بدن سیب زمینی رو فوت کن. تایم ها بگیرید 1 دقیقه رو. بله بگیر تایم ها. آجی همینجوری من حواسم بهت هست. آفرین خیلی داری آلماس تون طبیعی یه سرگیجه گرفتم. خب من حواسم هست حواسم بهت. ببین چند تا چشم بگو. علکی داره گوششون بود. آجی ببینید چیکار می‌کنی. خب نیلو جان بوسه ها در بدن خود چند تا استخون دارن؟ یه دقیقه پره. یه دقیقه پره. اخوی فهم میگم پره. اشکال نداره باز کن. یه دقیقه شد. نه اشتباه گفتی کوسه ها اصلا استخون ندارن. آره نوشته 0 استخون. به جان تو. جریمه میشه جریمه. 5 بار بگو تیر تو تیر کمون تیر کمون تو تیر و آشپزی کن. بلند و رسا. خدای شکر دادیم به من نگفتم. 5 بار تیر تو تیر کمون آشپزی نبکن. تیر کمون تو تیر. تیر کمون تو تیر. تیر تو تیر کمون. 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 تیر کمون تو تیر. من تو اینجور چیزا استادم. استاد آروم میگه استاد اگه تون بخواد بگه آقا من قبول میکنم. من یه دقیقه شما مثلا وایسید سوال بعدی. سردترین سیاره منظومه شمسی. بچه‌ها میشه یه دقیقه گیر کنید از پشت من بگید. سردترین تقلب نکنید. نمیدونی؟ بابا چای کیسه دیگه نفتور. جریمه 2 دقیقه حرف نزن آشپزی کن. اینا چرا براتون میفته؟ 2 دقیقه رو بگیر خاله براش. 2 دقیقه حرف نزنه. با گوشیت بگیر که بتون مبینا اگه الان حرف نزنه یعنی باخته آوازه رو خرید. مبینا اگه حرف نزنه یعنی که قراره پول سوشی رو خودش بده. مبینا اگه حرف نزنه یعنی که آشپز خوبی نیست. الان بعد از اینکه زبونش باز شه ما رو میکشه. مبینا خشمش دو عجبا حرف نزنی ها. حرف نزن تلاش کن. نگاه عجب خاله ای داری. مگه نمیگن خاله از مادر بهت نزدیکتره؟ این چه نزدیکی؟ بگو. نمیتونه بگه میشه. مبینا حنا دختری تنها. حنا دختری در مزرعه. از این بپرسم چشم. چرا نظرت چی بود اصلا؟ گرانترین ادویه جهان چیه عزیز؟ از نظر وزنی ها. آفرین. تو که نمیتونی بگی ولی من باید سوال ازت بپرسم. بپرس. تموم شد. 2 دقیقه شد. بگردم اینا من ترکی رو بردم. دیدی از خاله بهت نزدیکتر پیدا شد. خود خاله. اگه بهت 2 میلیارد بدم باهاش چیکار میکنی؟ چیکار میکنم؟
2 میلیارد و حداقل نصفش کن به منم بده دیگه. اگه میتونستی یکی از اعضای خانواده‌ت یا فامیلت رو بکشی کیه؟ باید بگی ها. من که خیلی نه باید من بپسندم، نپسندم جریمه داریم. زود باش. اگه جریمه میخوای نشی. اسم دشمناتو بگو. آره نمیشه که اسم دشمنامو بگم. اینجا بهم فوش میدن. یه تو اسم خودت اعلام نکن دیگه. بدو نیدو. گفتم خودت. نه من نپسندیدم و یک جریمه به این عزیز دوستی هر طبل شادانه بگو. بله میفهمم. خوردن یک تیکه پیاز. از من پیازارم پوست کنده گذاشته اینجا. آماده. یه چیزی بگم. پیاز پلو میخوام. اولین بار که من دارم پیاز خام میخورم. عمرم. من یه دونه کامل ها. نه خودش داد دیدم نسونید. نه من بخوری بگیر عزیز. من تعصبم بدو خانم. بدو پیاز بخور. نه داریم کوچولو همون باید درسته بخوری گازم نداره. درست اندازن نه. بدو آفرین دست بزنی. حتی در صورت عملاتون یه برتون خیلی بخوری عزیزم. آقا سیب زمینی به من کم. چه بویی میده پیازه. این زمینی من کم بکنم. چرا همه چیو وقتی داری میذاری اصلا به اندازه نمیذاری؟ چه اشکال نداره با هم دیگه درست کنیم میخوایم بخوریم. غذای من رو کردم. خب دوستان ندارم عوض شد. پیاز خوبه. آقا نمیخوردی؟ اصلا پیاز نمیخوره، گوجه نمیخوره، فقط پیاز. معلومه. آره. نه خوب بود، تقریبا تون بود. چه شانسی هم داشته تند رسیده. این همین کاری تند نبوده. این تنها کسیه که تو فامیل ما سالاد شیرازی میخوره فقط خیارشو، بقیه‌اشو نمیخوره. نه سالاد شیرازی نمیخورم. فقط خیارشو میخوره دیگه. همین گفتم من. خب عشقم. خیلی غذا رو اعلام کنی چیه؟ من خودم تو غذاتون نمیدونم، فقط میخوام بخورم. ببینم چه غذایی درست فقط میخوای بخوری؟ تو پک پنیریه تو. همین که این میگه. ما رو گیر انداخته معنی داشته. کدوم قسمت از بدن اصلا خون نداره؟ من میگم. نه دیگه سوال منه. ایوا سوالمون مگه نه؟ سوال من باید باشه. من چون جریمش انجام نداده دارم یه سوال دیگه میپرسم. خون نداره؟ اصلا خون اصلا؟ کجای چشم؟ مردمه؟ یعنی حتی بهش آمدم برسونم دورم خراب. نیلو اینطوری میکنم. دیوان شمس اثر کیست؟ چیز مولانا. احسن حاجی انقدر این تست میزنه. دیگه اسم شمس میاد مشخص اون برای کی برد. آخه یه دونه دیگه شمس هم داریم. کدوم حیوان ناشنواست؟ الهام. خیلی بیشوره. الهام جان ناشنوایی خبیث کن. یه قابلمه به کدوم حیوان؟ مار بود مار. خودش. از این نمک زیاد نریز. زمینی نمک توش نمیگیری. حالا اگه گرفت چیکار می‌کنی؟ خب حالا من اینجا چیکار کنم؟ من که می‌دونم چیکار کنم. بدون من برو. چرا دستکش ننداختی؟ برای چی دستکش ننداختی؟ خودت انداختی؟ من برای خودم. آشپزایی داریم که اصلا آشپز نیستن. حیف آشپز. من مراحلمو میرم. کارم خیلی آشپزه. آشپزی خره. وقتی برای نیست یه دونه توقعات میشکنه. خب ویو رو بریم. ویو میریزه اینجا مامان اونجا داشت شب نگاه میکنه. ول کن خودم انجام میدم. چرا اینجوری کردین؟ خدا شکر. من دارم آماده میکنم ایشون داره نه اوکی همین بخون. چقدر راحت بودین. من چه بگم خیلی کار نمیشه با هم این چیز کنم. این واسه همین چون یه مرحله سادگی اینجوری عزیزم. دلم سر میره خواهم. آره میگفتم. اینا من دارم اینو بیا من برات آب گذاشتم. آقا برای چی کمک میکنی؟ برای تو هم آب ریختم گذاشتم دیگه. برای چی کمک میکنی؟ برای سریعتر راه رفتن. وسط نمیدی یا من وسط دوستان نباید توش نمک می‌ریزی؟ چرا میتونه بریزی؟ چرا میگه داور؟ من داور مهربونی هم دوست دارم به بچه‌ها کمک کنم. خب خالت دیگه. آقا ببینید اینجا حق من داره خورده میشه. تو هم سوال بپرس بگم. و خودم دارم انجام میدم نمیدونه. خب سوال بعدی سوالا رو که نخوندی؟ نمک نیلوفر خب اگه دوست داری میتونی یه ذره بهش درچوبه بزنی بچه‌ها. خیلی کم.
خیلی کم. ببینیم بچه‌ها چیکار می‌کنن. بچه‌ها می‌خواید پودر سیرم بزنید؟ معلوم نیست رقیب که میگه چی. زدی؟ من زدم. آفرین خوبه. همش هم بزنم. یه ذره بزن که بهش بده. با چاقو. بچه‌ها امکانات گذاشتن کنار. با وسایل‌های خیلی کم آشپزی خیلی عالی انجام میدن. من حوصله نداشتم. این بچه حوصله داره. الهام نه این. خب اون چیز ما رو خود تخم مرغ تو کاری نباشه. نه. بگو. بله از تو پرسیده بودم دیگه. بذار آره مار بود اون حیوان ناشنوا. بعد میگی خواهره دیگه. آره غلط کردی. مامان مگه الهام مار نیست؟ نیلو چند تا بازیکن در تیم بسکتبال وجود داره؟ یعنی حضور داره وجود داره که درست. آها یعنی کلا چند تا بازیکن داره؟ سوالای اون و سوالای من. اگه دوست دارین ظرفاتون هم بشورین یا بذارین کنار. دست دستم کنم من؟ عزیز اینو بردارید. من مگه اومدیم مدرسه خانوما؟ فدایی بیاین محرمی تو باش. دیگه من دیدی وقتی تو مدرسه ناظما صدا میکنن گلم حجابتو بکش کنار. بکش کنار بکش جلو. محرمی تو حرفای زیادتره. میدونی چرا تو 2 ساعت نشونی من. چرا سیبیلات زدی؟ خب چی شده؟ سوال چی بود؟ جواب چی بود؟ هنوز جواب نداده. حواسم هستا نپیچونی. نمیدونه. ناراحت بشیش نمیدونه. میگم جواب. بسکتبال. آقا نگفت دیگه. هرچی میرسونی همه اینا رو دادی به من. 5 تا داره. به جون خودم اونجا زده بود 5 نه خب تا. نه کلا نگه نیست. نه اونجا زده 5 تا. پس میشه 10 تا. ها؟ او باید دهن تو پر از آب کنی. نخوری که نخندی. بذار براش آب بیاری. و آب از دهان بیرون نریزه عزیزم. فهمیدی؟ به خدا این همه جریمه باز شد همه اینا رو به خورد من داد. بچه‌هامون خیلی بهداشتیان. باید به وزیر بهداشت بگیم بچه‌های ما آب زود باش. آب برو بالا. برو قورت ندی. بچه تشنه جریمته. آقا من قبول ندارم. بذار تشنگی خودم یه لیوان آب بخورم نگه دارم نخندم. نه من خیلی موافقم. ای بابا اینا رو نگاه کن تو. نیلو کی از همه بیشتر دوست داری؟ من یا موبی یا عمه ها؟ بیا اینجا بیا دور دوربین در نرو. بیا بعدا اونا رو جمع کن. بیا نیلو کیو دوست داری بیشتر از همه؟ بیا بودو کل تایمشون فرار کرد. دوباره میگیرم ازت. خب نیلو فرجان مامان تو بیشتر دوست داری یا بابا تو؟ بابامو. یک بیننده اینو ببینه بیا چقدر بی‌تربیت. به بابای خود احترام بگذار. بابای تو من یکیه چیکار کنم؟ من گفتم بابا تو. بابای خودتو. اونم بگم بابا تو میشه دایی. اصلا دایی تو. شده؟ دایی فرق میکنه با دایی ما. خب قلقلکت بدم. توف میکنی تو این؟ نه نخوریدم. مثل اینکه پشت صحنه حالش بد میشه. خب دیگه قورتش بده تموم شد. 2 دقیقه تموم شد. توفش کن قورتش بده. قورت داد بچه ما. میره فرد الان تا آخر برنامه رو به مامان من میره. خب میرسیم به شرکت کننده بعدی. پروانه چند تا پا داره؟ خب یه جور نزدیک ها. درست گفته بود. کله میرفتم تو دیوار مامان اینو میگفت. 4 تا 6 تا آفرین 6 تا. یه بار اشتباه کردم درست بود. کمه. بهتام حالا آوانس رو من میدم. رفتم. بهتام آوانس میدم. داور خواهرم بزرگترین جزیره خلیج فارس. از چی داریم کاره؟ اسمی که ما تو ویدیوی قبلی گفتیم قش بندر نداره. فکر می‌کنم همه اینا یکی هم فهمیدیم که ادیتورمون هم جالبیش این اصلا چیزی از این مورد نداشته بود. What? Bro, what are you talking about, man? ما اشتباه داریم. فکر کنم قشم باشه. آفرین درست گفت. من رسوندم. نه تو گفتی بندر. من رسوندم. در مورد اون ویدیو داشتم. من پشت صحنه دارم میگن که خب من داوری. من به تو کمک کردم موظف بودم این جریمه رو من رفتم. برم سوار خاورشم بگم خاوریم. خب سوالاتمون داره تمام میشه. بچه‌ها از اینجا نرسیدن. تخم مرغ خام تو جریمه چرا ننوشتی؟ من خواستم میفهمم. خب چون اینجا تموم بشه دیگه از این ور بهتون میدم. حالا آب که به تو افتاد، پیاز که به تو افتاد، مال من چشم بسته و دهن بسته افتاده. خب انقدر اینا رو هم نزنید. سیب زمینیاتون رو چک کنید. کل
خوراکاتید به من یعنی خواهم این آشپزی کجا دیدی؟ آشپزی نیست کثیف بازیه. کل منو پر تخم مرغ کردن. آشپزی ما سرشون کردن تو میگم اینه وضعیت ما. نه نشده. تو چرا هم میزنی مگه آشه؟ آشپزی حرفه‌ای. آشو میخوایی برند معروف دارن موبینیل. موبی چی؟ موبینیل. اگه مجبور باشی حشره بخوری چه حشره‌ای می‌خوری؟ یه حشره بگو که آب داشته باشه ببین. مادر میگه سوسک. سوسک حشره؟ آره مورچه. دیگه. نه مورچه رو من قبول ندارم. دیگه عزیزم نمیتونی تو قبول نشه باشه دیگه. این سلیقه منه. دورم زیاده. شرمنده. یا جریمه. همین. خنده‌دارترین تعطیلات خانوادگی که تا به حال رفتی که برای منم تعریف کردی. زمان جنگ. دقیقاً یعنی همین اینا فرار کردن من تهران موندم. منطقه خالی نکردم. خودم بزنه. خب آره دیگه من اینجا با خب چیز این چی اسمش میزنن؟ آرپیچی. آرپیچی مگه فهمیدی حمله کردن. این چیه؟ پدافند. من اینجا با پدافندا پدافندی بود. اصلا اینو پدافند چه شکلی؟ مطمئنی دوربینو زدی؟ آره زدم. خب خاطرات آره بذار تعریف کنه برامون. خیلی روزهای با کیا بودی؟ اونا بچه‌های شیطون بچه‌های فامیل خیلی رو میخوان. قبول دارم. 5 تا یکی هم نه 2 تا هم نه 3 تا هم نه 5 تا بچه شیطون. بگو 5 تا چی؟ داره نه 4 تا خب یکیش دختر حالا اونم شبیه پسره. اونم والا شبیه پسر میگرده دیگه. انگار پسر ماشاءالله. خب خلاصه این که پیرش کردن. اصلا آره دیگه دیوونه شدم. بعد فکر کنم من امتحان هم داشتم موقع امتحانم. بعد زمانم گفتم بابا همه بچه‌ها رو پایین نگه دار. اصلا یه وضعی بود دیگه. بعد مثلا مامانم اونجا نگهبانه وایساده باشه. نرید بالا بعدا یه ساعت دیگه مثلا میتونید برید. من نمی‌تونم. ما خیلی بهت داشتیم. دستکشت کو. هنوزی داری میکوبش کنه نداره. سریع‌تر بدوید عجله‌ای. بابا تو سوالاتو بپرس. من دوست دارم یه حالت مدیریتی انجام بدم. چیکار من دارید؟ دارم فردا درست میکنم. اگه خانواده‌تون نه این جوابش از خودته. اگه خانواده شما یک تیم ورزشی بودن به نظر چه ورزشی بود؟ کشتی نه این چیه؟ می‌خواستم یه چیزی بگم دیدم خانواده اینجا خاله و مادر شمشیربازی. خاله میگه شمشیربازی، مامان چی میگه؟ نه من یه چیز دیگه تو ذهنمه. منظور از تو بحثی که پرتاب میشه. این یارو که اینجا پارچه قرمز میگیره بیا برو. به اون چی میگن؟ گاوبازی. دشمنات عزیزم دشمنات. ما پارچه قرمز رو نگه می‌داریم. پارچه چه قرمزی؟ بله و شما شرم‌آورترین کاری که کردی تا حالا تو عمرت چی بوده؟ شرم‌آورترین کاری که تا حالا تو عمرت کردی دیدم چی بوده؟ فکر کنم. والا من نمیاد سوتی زیاد دارم. میشه با اینو اینطوری بزنم؟ آره میتونی. فقط داغه یه ذره. همون پیام دیوانه دادم. پیام اشتباهی دادم. اصلا تو به کی پیام اشتباه دادی؟ گفتم که خب اونو نداشتی واسه بیننده آره نداشتم. یکی از همکلاسی زبانم که باش رو دربایستی داشتم پیام دادم که دوست صمیمی داده بودم. خواست به دوست صمیمیش بده داده به یکی از صمیمش به دوست اشتباهی. من دوستم به جریمه بدم نیلو. خیلی دوست دارم. اون چیزا خوب. تون بهت نمیدم ها. نه من چیزا بدونم چیه. میخوام به جریمه بدم. تغییر لهجه ترکی یا مازندرانی یا مشهدی. نه بالله نه لهجه زبونش مهمه. نگفتم ترکی صحبت کن. بگو من نمیدونم. تو معدانی؟ ندنبه کجاییه؟ مازندرانی. همین یه تیکه با لهجه صحبت کن. این هم از تکون پایتخت بوده. چرا مگه دعوت کنی؟ عزیزم خب بهم یاد دادم. من الان خود زبون مادریم هم یادم رفت. شهید دادیم. ببین آشپز شهید آشپزی
من زنگ زدم پایینم. یه آمبولانس باید پشت در بذاری وقتی این غذا خب البته اینا نمیدونم ما داریم چیکار میکنیم. ما داریم سیب زمینی له میکنیم. من بهتون بگم. دیگه متوجه میشن دوستان. نه ندیدن که آخه سیب زمینی رو در آوردیم چیکار میکنیم. فقط ما دستم اینجا یه کاری داریم. آره دیگه. از کی پرسیدم؟ از مبینا. نه از تو پرسیدم. داور فراموشکار در این لحظه. مامان جان تو باید با من باشی. نه نباید بگی بپرسه که جریمه داره. خودم نوشتم که خودم هم نمیتونم. احمقانه ترین چیزی که در کودکی بهش باور داشتی چی بوده؟ ماه دنبالم میاد. فکر میکردم بچه بودم گریه میکردم راه میرفتم گفتم ماه داره دنبال من میاد و بله. خب مثل یه پشت صحنه همین شکلی مثل اینکه همه احمق ندونن. بعد با ایشون دعوا میکردیم. من گفتم ماه دنبال من میاد این خوشو میزد میگه نه ماه دنبال من. ماه فیوریت منه. مرسی خاله جون خیلی نظرت دوست داشتم. بنداز تو صندوق امانات. پشت صحنه ما جنگ پشت صحنه ما وقتی خونه فیلم برداری کنید اینه. خب بزرگترین پرنده جهان چیه نیرو؟ نه دیگه کمک ندارین دوستان جریمت کنم. شترمرغ. چرا پشت صحنه اینجوریه؟ خب پرنده است. جزء پرندگان و چزندگان و نیرو نمیتونم اینو بدم بخوری میمیری. چیو بدی بخوره؟ دلم به حالش میسوزه. بذار یه چیزی به من جره کردم. من گواه پزشک دارم. خب این خوبه. خوندن یک شعر کودکانه. ما با سر دست میزنیم تو شعر رو بخون. صدا دسته نمیاد خانوما. مگه مجلس گرم کنن خیلی داره اون پشت میرفته دست بزن. میبرن زمین هوا میده نمیدونن تا کجا میده. همین کنم بلند بخون عزیزم بلند. ما خوب نوشتم مبینا به هم ایده داد یه سوشی خوب ببین قشنگ اینجا بین شعرش گفت که من قراره برنده آقا بس دیگه. آقا ادبیاتون رو قاطی کنین. خیلی چی بزنم بگو من اینو بزنم. یه ذره فلفل بزنید اون آخر سر بزن. من از این خوشم نمیاد بچه‌ها. یه جوری بوده دوست دارم نریزیدش. اون دیگه به ما مربوطه. پشت صحنه صداتون یه ذره کم کنین انگار مثلا سینما. غذای من فلفل کم بریزا. ما نمیتونیم تون بخوریم معدمون هست. تون نمیتونید بخورید تو دورتون. چقدر اینو خرابکاری دارم. چی داره میزنه؟ بذار من برات بزنم. بذار من بزنم برات. مامان کابینتت به چیز رفت. بده. مامان جوادتو خراب کردن. من تمیز رو برام دیگران نبود. کم میزنم. نمک بزنم عزیزم نه نمک نزن. اون همه نمک زدی تو. ردم زیاد بزن. خانم ایشون دخالت میکنم. نه نمک نزدی. فلفل زدم. آره. چیکارش کنم اینو الان؟ باید با چنگا دیگه نه با دست ورزش بدین. خیلی کم بریز. من دوست ندارم جعفری. من با دست میرم تو دوره. من دارم میگم زیاد. اصل داور منم. شما میتونید یه ذره تست کنید. شما میتونید یه ذره بخورید. خب مبی جون رنگ‌های اصلی رو نام ببر. عزیزم شما اول 5 پیتزا رو بیار. اول رنگ‌های اصلی آبی، قرمز، زرد. آفرین. قابلم سوالاتو میپرسی. سس تون. نه دیگه سوالات ترشی میخورم. اون ترشیو بدی میخورم. سس تون نمیخورم. سس تون. والا ترشیه از سس تون بیشتره. میخوام بهش یه غذای تون بدم. بده. خب آقا ببین این از این ببین بیننده‌ای عزیز. لای این اینه. بیا. لای این اینه. خب. اوه چقدر بوی تندی میده. دیگه خیلیه ها. کم وای خاجی بوی تندیش داره منو میکشه. نه همش باید بخوره. داره میمیره. A few moments later. نفسش میاد. ساکت شو. قیافه‌شو نگاه کن الان میریزه بیرون. چیکاره؟ خب ببینیم داره چیکار میکنه. مثل اینکه انقدر اینا لفت دادن یه غذا درست کنن سالات من تموم شد. میزنمش تو اینا؟ آره بزن تو اون بعد بزن تو اون دیگه. وقتی بلد نیستی غذا رو پزی بچرخون بکن ناخرش. خب عالی. میخواین مالتابا هم داغ کنید بذارید داغ شه؟ میشه شما این رو انجام بدی؟ شما آشپزی کنی یا من؟ نه اون از همون پشت داره کمکاشو میده. الهام بیا. نیرو بزرگترین پستاندار جهان. مامان میگه من عمری نمیخورم. نه آفرین نیرو.
ولی میخوام بهت جریمه بدم تو میخوای چون به مبینا جریمه اضافی دادم. کو ظرف جریمه دارم میام کجا دنبالش. خب 3 بار بگو افسر ارشد ارتش اتریش. افسر ارشد ارتش اتریش. افسر ارشد ارتش اتریش. افسر ارشد ارتش اتریش. گفتم تو این کارو می‌کنی. آره واقعا اصوله. شد حاجی مانه این چقدر گوگلی کوچولوه. کوچولو. الهام جان داغ شد. الهام داغ شد. بله الان باید روغن بریزی. روغن بذارم تو چند تا درست کن بعد بیا بذار. بابا خب من اینو مواد اینو زدم دیگه، بعد بذارمش داخل. نه یه دونه نذار، چند تا بذار. حاجی این چرا اینجوریه انگار خب اینا پر مصرف ترین غذا در سراسر جهان چیه به نظر تو؟ تو ایران هم زیاد انجام میشه. آقا دستکش کثیف بازی در بیارم. در بیا تو که همه کار داری میکنی. بگو پر مصرف ترین چی؟ پر مصرف ترین غذا در جهان چیه؟ در جهان تو ایران هم خیلیه. قرمه سبزی، قیمه، املت. تو دنیا جهانه داداش ولی تو ایران بیشتر استفاده میشه. پاستا نه چی؟ چی؟ نه چه من میدونم مور. نه برنج پر مصرف ترینه. نیلو تو اینا رو گذاشتی لاش؟ آره. خب من آها تو اینطوری خورد ریختی توش. من اینطوری دارم این انقدری میذارم. خب باید گنده شه انقدرشه. جو زیاد بذار در پنتیسو بفهمی دنیا دستی چیه. بچه‌مون مصرف کم مصرف منظورم مصرف مواد کم مصرف چی میگی؟ زبانم داور نمیفهمه چی میگه. کی بود از کی سوال پرسیدم نتونست جواب بده؟ من نبودم. 2 دقیقه با دست راست آشپزی کن نیلو برای من. مگه من الان اشکال نداره الان تو انجام با دست راست عزیزم. فقط با دست فقط راست. از پشت صحنه 2 دقیقه برای نیلو تایم بگیرید. جریمه برای شده. چی جریمه شده و فقط با دست راست غذا درست کنه. های نگاه تو رو خدا پشت صحنه ما ثانیه گذشت دیگه. نمیخوام اینو نگاه کن 2 ثانیه ریاضی میخوای. نمیخوام خودم تایم گرفتم الان برش کن. تایم تو از کجا گرفتی؟ از ذهنی دارم من اونجا میگیرم. ساعت قشنگ جلو چشام دیگه. داری میگیری بگیر. 1 دقیقه دیگه تمام. 1 این دقیقه هم داغ شد؟ بذارم اونو؟ بذار بیا بده. خب اولین باز شود ها انگار تو کادو خریده. بله یه چیزی هم بذاری که سرخ کردید بذارید داخلش. شما هست دیگه. اصلا میخوای من آشپزی کنم جای شما؟ زورم زیاده. خب نیلو جعفری ریخته یه ذره. ای من نریختم. من دوست ندارم با جعفری. دوست ندارم زیاد ولی خب خوب. کم. خیلی کم ریخته ببین. انگار جایزه ایه. خب دیگه نیلو میتونی با جفت دستت درست کنی. اون نشاسته است اونجوریش. نه شاید تخم مرغ چیزی. نه من چرا فکر کنم دخالت نشسته میکنم؟ است. خب ادامه کار. یه چیزی تعریف کن برامون. حالا من میتونم. نه بعد این کارو بکنی. حاجی من کمک میکنم برات برمیدارم. اومده فرفر صحنه می‌کنم. هیجانی درست. ما تو نمیتونیم. پشت می‌تونی صحنه میگه نخوری. که میخواد بخوره. بیا برای خودت اضافه شو. واقعا برات متاسفم. پودر سیر میریزم برات. شیر بابا همتون. اما تمام شد. 2 دقیقه. آره 3 دقیقه شد دیگه. خب نوبت هم رسیده به تست غذاهاشون. این برام. بر نیلوفر خانم. اما اما نه مقصر خودم بخورم. شکمو بیا. دوست ما خودش آشپزی کرده که خودش هم بخوره. من خودم درست میکنم بر تو درست نمیکنم که اینا به ببین چه کرده همه رو دیم. کش خب قسمتی که پنیر بیشتر داره خب تست بخوریم ببینیم ببینیم. که پنیر زیاده میخوره پنیر زیاد داره میخوره. نه خب تو اما تست کنم. خب الان مزه این چطوره؟ رو بخورم. دهن میره مزه وای دهن پر حرف بزن. خوشمزه است. یه کوچولو کنم. خیلی خب من اون به علاقه خودم تستش کردم. خیلی خوشمزه است. تردم بود. عالی بود. آفرین. بیس امتیاز. خیلی بد نشد. نه من از مال نیرو چی شده؟ مال نیرو هم خوشمزه است. یه کوچولو نمکش کمه. ولی جفتشون هم یه امتیاز میدم. واقعا جفتشون مثل همه. یه ذره نمک کم یه ذره فلفل زیاد. جفتشون هم خوبه.
بیز جفتتونم برنده میشه ولی جفتتونم باید به من سوشی بدیم. Okay. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. خدا نگهدار. این قسمت آشپز ناآشنا. این آشپز اصلا آشپزی نکرده، انگار در هند آشپزی را آموزش دیده است. ایشون یک عدد هندیه ناپاک. دین به شبکه خبر ما خوش اومدین. امروز هوا ابری. یه بار دیگه کمک کنی سس تندو میدم تو بخوری. دیگه منو اینجوری عصبی کرد.